با درود با یکی شما بینندگانی گرامی، چون همیشه در صبح بر وقت شما عزیزان رو به تماشای نوید بمدودی دعوت میکنیم که خبرهای تاجیکستان و جهان رو به سمع شما میرساند. امروز 20 نوامبر و در پراگ همین حالا ساعت 7 است. در آغاز از وضع باد و هوا میگوییم در پراگ برای امروز هوای ابری پیش بینی شده است. انتظار می رود که گرمی 7 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو بریدن باران و بعداً برف کوتاه مدت در نظر است. حرارت سنج صفر نشان خواهد داد. در دوشنبه روزانه هوا ابری می شود. به گوی روزی بریدن باران پیشگویی شده از گرمی به 16 درجه برابر خواهد بود. سیناتور جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنت آمریکا در ملاقات با جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی تاکید کرده است که همه تلاششان را برای آزادی مطبوعات در تاجیکستان انجام خواهند داد. در این ملاقات که روز 13 نوامبر صورت گرفته است، رئیس کمیته روابط خارجی سنت آمریکا از نقش رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در ارائه خبرهای درست و دقیق تاکید کرده به مسئله مشکل اجازتنامه فعالیت کارمندان رادیوی آزادی در تاجیکستان اشاره نموده است. نهادهای چون رادیوی اروپای آزاد در صف اول برای آزادی مطبوعات در سراسر اروپا و آسیای میانه هستند، گفته است رئیس کمیته روابط خارجی سنت آمریکا. و افزود اخیراً با چند مقام بلندپایه سنت با پرزیدنت عملی رحمان با پشتیبانی از گزارش‌های رادیوی آزادی در داخل آن کشور نامه فرستاده از حکومت خواسته بودند که طبق قانون‌های تاجیکستان به خبرنگاران این رادیو اجازتنامه فعالیت بدهند. مسئله اکریدیتاسیون یا پروانه کاری ژورنالیستان رادیوی آزادی از ماه اپریل امسال داغ شد و امروز 11 خبرنگار و کارمند فنی نمایندگی آن در دوشنبه از حق کار محروم ماندند. روز 31 اکتبر پس از بیانیه‌های بیشماری سازمان‌های بین‌المللی و وطنی به 6 خبرنگار پروانه نیم ساله و به 1 نفر 3 ماهه داد. این برای ما قابل قبول نیست و من به فشار حکومت تاجیکستان برای آزادی مطبوعات ادامه خواهم داد، گفته است جیم ریش. در آغاز ماه نوامبر امسال پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جیمی فلای با رئیس جمهوری تاجیکستان عملی رحمان ملاقات کرد. این دیدار با درخواست رادیو آزادی در جریان سفر پرزیدنت تاجیکستان به اروپا در سوریخ شویتزاری صورت گرفت. دو طرف وضع و شرایط کاری خبرنگاران و کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان را بررسی نمودند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تیرپرانی دو گروه در جماعت گلستان شهر لیوکند را رسما تصدیق کردند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت روز 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت جانب‌ها از تیر پنوماتیکی استفاده کردند. به قول او تحقیق ابتدایی نشان داده است که دو طرف برای داشتن سلاح پنوماتیکی حجت داشتند، اما زد و خورد غیر قانونی بود. تفتیش ادامه دارد. یک روز پیش منابع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی و حکومت محلی خبر دادند که میان دو گروه زد و خورد مسلحانه صورت گرفته است. بنا به خبرهای دریافته در این زد و خورد 1 نفر زخمی شده است. در حال حاضر نظر جانب‌های درگیر و افراد نزدیک به آنها نیز دسترس نیست. منابع رادیو آزادی گفتند حادثه شام 17 نوامبر رخ داده است. گروه اول به خانه حاتموف الهام رفتند و میان آنها بحث سر زده است. بعداً بحث و زن و زنی و تیرپرانی میکشد. الهام حاتموف معروف با الهام کماندیر در گذشته به تجارت پخته مشغول بود و باید گفت که طرف دیگری بس به قول منابع رادیو آزادی از افراد نزدیک به مالکان بازار حاجی شریف در شهر بختر می باشند. خبرگزاری‌های ازبکستانی از زندانی شدن دو شهروند تاجیکستان اطلاع می‌دهند. به نوشته رسانه‌ها محکوم شده‌ها که 34 و 36 ساله بودند به فروش مواد مخدر عیبدار گردیدند. گفته می‌شود این افراد 5 ایون 6 خلطه بسته‌بندی شده افیون را در جای برای سوزشواری ماشین پیش بینی شده پنهان نموده از مرز ازبکستان می‌گذرند. آنها را در سمرقند به هنگام تلاش بر عوض $20,000 فروختن مواد مخدر بازداشت نمودند. اکنون این زاده‌های تاجیکستان تا 12 سال عمرشان را در محبس ازبکستان سپری خواهند کرد. در همین حال دادگاه ولایت ایرکوتسک روسیه یک شهروند دیگری تاجیکستان را به 13 سال زندانی نظامش سخت محکوم نمود. در حکم دادگاه آمده است که او 8 مارس سال جاری در پی مناقشه با همسر سابقش او را با یک بیرحمی خاص به قتل می‌رساند. گفته می‌شود سابق همسران با وجود از هم جدا شدن یک جای زندگی می‌کردند و به هنگام کشتار هر دو در حالت سرخوشی و یا مستی قرار داشتند. مناقشه و هم کشتار بیرحمانه زن در پیش چشم فرزندانشان صورت می‌گیرد.
گروه تندرو طالبان دو استاد دانشگاه آمریکایی در افغانستان را که 3 سال پیش در مرکز شهر کابل دزدیده شدند در عوض آزادی 3 عضو این گروه رها کرده است. مقامات افغانستان و منابع طالبان به خبرگزاری ها گفتند آزادی کوین کینگ 60 ساله از آمریکا و تیماتی ویکسی 48 ساله از استرالیا روز 19 نوامبر در ناحیه نوبهار ولایت زابل صورت گرفت. این منطقه اساساً زیر نظارت طالبان است. آژانس فرانس پرس به نقل از یک مقام پلیس گفت دو پروفسور دانشگاه آمریکایی کابل را به واسطه چرخبال‌های آمریکایی از زابل به بیرون بردند. آزادی دو استاد دانشگاه آمریکایی بعد آن صورت گرفت که حکومت افغانستان 3 زندانی بلندپایه طالبان با شمول انس حقانی برادر خردی رهبری شبکه حقانی را از محبس بگرام آزاد کرد و آنها روز 19 نوامبر به قطر رسیدند. شبکه حقانی جزئی از گروه طالبان است و با حمله‌های وحشتناک خود در افغانستان نام برآورده است. یک فعال جامعه شهروندی قزاقستان میگوید افرادی نامعلوم در شهر جنوبی شیمکند ماشینش را تخریب نموده در داخلش سری سگ پرتافتند. روز 19 نوامبر نورجان محمدов به رادیو آزادی گفت که افرادی نامعلوم ماشینش را تخریب نموده شیشه هایش را شکستند و در داخل آن سری سگ را گذاشتند. به قول نورجان در سالن ماشین آنها با کارت نوشتجات خودی و خوین را خراشیده بودند. به عقیده محمدов حمله با حمایت‌های او از حقوق انسان ارتباط دارند. او به دوستانی محلی شکایت برده گویا تفتیش این قضیه از مدعی ابوشی آغاز یافته است. محمدов در چندین اعتراض برای رهایی محبوسان سیاسی و حمایت از مادران تنها و مردم بیخانه و جا اشتراک کرده است. او چندین بار بازداشت هم شده است. در گذشته نیز به ژورنالیستان مستقل قزاقستان جسد سگ و یا سری سگ فرستاده بودند. ظاهرا هدف از آن ترس دادن آنها بوده است. و بینندگان عزیز باز امرو میوریم به خبرهای تاجیکستان و امیدوارم تا آخر صحبت ما را همراهی خواهید کرد، زیرا در آخر صحبت ما حتما از قرب روبل روسی برای شما معلومات میدهیم و همزمان به چند سوال شما نیز من پاسخ خواهم داد. حدود 5 میلیون شهروند تا 30 ساله تاجیکستان به هر شکل از تحصیل دور ماندند. این خبر را مسئول دفتر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا خود یونیسف در دوشنبه 19 نوامبر و در روز 30 سالگی قبول قطعنامه حقوق کودکان بیان داشت. تاجیکستان سال 1993 به این قطعنامه پیوسته است. نمایندگی یونیسف در تاجیکستان با برگزاری نشست بخشیده به این روز از مشکل و دستاوردهای کشور در روند تامین حقوق کودکان نتیجه گیری کرد. لوچانو کالیستینی رهبر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان گفت فرزندان مهاجران تاجیکی نیز از تعلیم و تربیت دور ماندند مایه نگرانی مقامات میباشند. و افزود فعلا حکومت تاجیکستان 32 برنامه را برای بهبود وضع کودکان مورد اجرا قرار داده است، اما بیشتری از آنها به خاطر کمبود مبلغ پوره اجرا نشدند. نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در پاسخ به این نگرانی ها گفت کمبود مبلغ نمیتواند سد اجرای برنامه ها شود. نمایندگی یونیسف حساب کرده است که برای اجرای پوره این برنامه ها تا سال 2030 مبلغ برابر به 16 میلیارد دلار ضرور است. معلوم نیست مقامات این پول را به زودی پیدا خواهند کرد و یا از تحصیل دور ماندن کودکان و نوجوانان و مشکل دیگری آنها سالها حل نشده باقی میماند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دور ششم مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 را در مهمانی با تیم ملی قرقیزستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد. بازی شب 19 نوامبر در شهر بیشکک برگزار شد. همین طریق منتخب تاجیکستان در سفر یک امتیاز گرفت. این عموما بازی 14 میان دسته‌های منتخب ملی تاجیکستان و قرقیزستان به شمار میرفت. در 8 بازی فوتبال بازان تاجیک و در 3 بازی فوتبال بازان قرقیز غالب آمدند. 3 بازی مساوی شده است. دسته های منتخب قرقیزستان و تاجیکستان 7 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب قرقیزستان در جای دوم و منتخب تاجیکستان در جای سوم قرار دارند. منتخب تاجیکستان 3 بازی باقی مانده را سال آینده برگزار میکند. فوتبال بازان تاجیک در دور هفتم 26 مارس در میدان خود با منتخب مغولستان رقابت مینمایند. بعدا منتخب تاجیکستان در دور نهم یعنی 4 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن بازی خواهد کرد. بازی آخرین مرحله دوم مسابقه میان دسته های منتخب تاجیکستان و میانمار 9 ایون در دوشنبه دایر میگردد.
و بینندگان عزیز طور من به شما وعده دادم در این قسمتی صحبت به چند سوال شما پاسخ میدیم که در جریان پخش‌های مستقیم گذشته از ما پرسان شده در رابطه با مهلت انجام دعوت تیرمایی به خدمت و یا به اصطلاح معمولی دیگر که شما از ما میپرسید ابلاغ به سهم شما میرسانم که قرار است معرکه 30 نوامبر انجام یابد یعنی 10 روز پس معمولا موسم دعوت بعد اعلان 100% اجرا شدن نقشه به پایان میرسد و طور مقامات میگویند نقشه الکی بیش از 90% پر شده است. در باره بالا رفتن نرخ ارد بینندگان عزیز ما در باره این موضوع هفته گذشته یک گزارش مفصل داشتیم شما آن را میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب که همین حالا از آنجا ما رو تماشا دارید پیدا کنید واقعا هم نرخ ارد بلند رفته است تقریبا 20% در 2 هفته اخیر قیمت یک قلطه ارد 50 کیلوگی تقریبا 40 سومانی افزوده به مرز 220 سومانی رسیده است مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان افزایش قیمت ارد را تصدیق کردند ولی گفتند از عامل‌های بیرونی وابسته است تاجران تاجیک در نوبت خود میگویند اگر حکومت به آنها برای وارد کردن ارد و گندم از خارج امتیاز دهد نرخ را در سطح پایین‌تر نگاه خواهند داشت و وابسته به تصمیم تاجیکستان درباره وارد شدن به اتحاد گمرکی و یا خود یوراسیوز هنوز چیزی معلوم نیست مقامات تاجیکستان برای شامل شدن و یا نشدن به این اتحاد به خلاصه دقیق نآمده است و هنوز این موضوع را می‌آموزند مهاجران عزیز شما انتظار دارید که بعد داخل شدن به این اتحاد شرایط بود و باش شما در روسیه بهتر می شود شما را فهمیدن ممکن است اما ناگفته نماند که بعضی از کشورهایی که الکی عضو اتحاد گمرکی هستند از این چندان خوشحال به نظر نمی رسند و میگویند انتظارات آنها در مورد سبوکی ها برآورده نشد و مثال روشن نظر الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس است که گفت به جای فایده برعکس اقتصادیات این کشور هر سال 9 میلیارد دلار ضرر میبیند و خلاصه بینندگان عزیز طور میبینید سوالای شما از مد نظر ما دور نیست از این خاطر لطفاً فعالتر باشید و اگر شما نیز ویدیو و خبری مهمی دارید برای ما فرستید تا دیگران رو نیز ما آگاه کنیم و چون همیشه اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز به شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی به طور ضبط تعیین شده است 1 دلار 9 سومانی و 69 درم است 1 یورو 10 سومانی و 74 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی و 90 درم یعنی 20 درم باز نسبت به روز گذشته بالاتر شده است تشکر میگم که ما رو تماشا کردید در چند دقیقه دیگر و فراموش نکنید که روزنامه آغاز شده است و خبرهای بیشتر از این را داریم ما شما رو در صحبت‌های بعدی منتظر میشویم روز خوب و با براری داشته باشید